اون چه پیامبر اهمیت میدادن در دل شب که همه خواب هستن تأکید داشتن که امت رسول صلی الله علیه و سلم بیدار بشن و نماز شب بخوانن. گنج بسیار مهم و دولت بزرگی است، دولت نیمه شب، دولت بسیار ارزشمندی است، به تمام دنیا و ما فیها ارزش داره. خود را عادت بدیم، اونایی که عادت ندارن نیمه شب بیدار بشن 2 رکعت نماز بخوانن در پیشگاه الله. وقت اجابت دعا هست، وقت نزول رحمت، وقت نزول برکات، خصوصا در ماه مبارک رمضان. از حالا خود را عادت بدیم، در ماه شعبان خود را عادت بدیم برای رمضان. این هم از اون مواردی است که می‌فرمایند صله رحم موجب رفع درجات انسان در دنیا و آخرت میشه، موجب طولانی شدن عمر انسان و با برکت شدن عمر انسان میشه. میخوایم عمر با برکتی داشته باشیم، میخوایم الله متعال به ما در دنیا عزت بده، کرامت بده. رسول الله وعده داده یکی از عوامل عزت و برکت در عمر انسان صله رحم هست. رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در روایت می‌فرمایند کسی که دوست دارد الله متعال در دنیا در رزقش برکت بده، در عمرش برکت بده، عمر با برکتی الله بهش بده، می‌فرمایند که صله رحم به جا بیاوره. ارتباط با خویشاوندان، این رو در جامعه خیلی عزیزان من تقویت کنیم، این رو حفظ کنیم. حالا من در یک آیه فقط اشاره کنم که الله سبحانه و تعالی می‌فرمایند الذين ينقضون عهد الله من بعد میثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل اولئک ويفسدون في الارض اولئک هم الخاسرون. زیانکاران چه کسانی هستند؟ کسانی که عهد و پیمانها رو می شکنن. چه عهد و پیمانی که با الله بسته کردیم، چه عهد و پیمانی که با رسول الله بسته کردیم. اون زمانی که گفتیم اشهد ان لا اله الا الله، هر باری که میگیم با خدایمون عهد میبندیم. اون زمانی که میگیم اشهد ان محمد رسول الله، هر زمانی میگیم گویا با خدا، با پیامبر عهد میبندیم. کسانی که نقض عهد میکنن، میگن لا اله الا الله محمد رسول الله، ولی به هیچ یک از آموزه های خدا و رسول پایبند نیستن، اینها نقض عهد میکنن. بعد و یقطعون ما امر الله به ان یوصل، قطع اون چی میکنن که خدای متعال بهش گفته که شما اون رو وصل بکنید، که بیشتر مفسرین میفرمایند همین صله رحمه. قطع صله رحم میکنن، با خویشاوندانشون ارتباط ندارن، توجه به خویشاوندان نمیکنن. بل و یفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون، آنها جمله زیانکاران هستند. لذا عزیزان من در این باب بیاییم تلاش بکنیم در جامعه‌ای که صله رحم باشه، در جامعه‌ای که مردم به خویشاوندانشون اهمیت بدن، خصوصا تو این روستاها دیگه همه به یک نحوی با هم وصل شدن، چه نسبی چه سببی. صله رحم خویشاوندان فرقی نداره، برخی نسبی هستن، برخی سببی هم، به خاطر ازدواج هایی که صورت میگیره با هم پیوند میخورن. گویا ما این در این جامعه اکثرا قریب به کل خویشاوند یکدیگر میشیم، چه نسبی با هم قومیم، چه سببی با هم قوم هستیم. اون جامعه‌ای که در اون صله رحم باشه، به یکدیگر توجه کنن، اون جامعه آباد هست، اون جامعه ایدئال هست، اون جامعه ارزشمنده.